آیا من برنامه دارم که دبی خونه بخرم یا نه؟ این سوالی بود که خیلی ازم پرسیدید، مخصوصا این روزا که تبلیغات شدیده راجع به سرمایه گذاری، کار کردن، زندگی کردن تو دبی و یه پروپاگاندا به نظر من واقعا اونقدر خوب نیست که جلوه داده میشه و برای یه قشر خاصی خوبه، قشر مرفه در واقع. یعنی اگر خوب پول در بیاری میتونی زندگی خوبی داشته باشید. سلام به همه، خوش اومدید به کانال یوتیوب من. همونطوری که قبلا گفته بودم هزینه‌های زندگی توی قطر و دبی بالا هست و توی این ویدیو پرداختم به هزینه‌های زندگی توی قطر بر اساس تجربه خودم که میتونه یه دیدی بهتون بده که باید چقدر هزینه کنید، مخصوصا برای خونه چیز بسیار گرونیه تو منطقه حوزه خلیج فارس. حالا قطر و دبی، سعودی و عمان و اینا رو خیلی در جریان نیستم. 3 حالت داره خونه خریدن توی دبی. یا اینکه میخواید گلدن ویزا بگیرید که ویزای 10 ساله است و اگر 2 میلیون درهم معادل 550,000 دلار خونه بخرید توی دبی بهتون ویزای 10 ساله میدن و دیگه لازم نیست که کفیل یا اسپانسر داشته باشید برای که اونجا زندگی و کار بکنید. ویدیو بعدی رو میپردازم به گلدن ویزا و چه روش‌هایی وجود داره که شما بتونید ویزای 10 ساله رو بگیرید. فعلا می‌خوایم فوکس کنیم روی بحث خونه خریدن. پس اولین هدف برای خرید خونه توی دبی گلدن ویزا که راجعش صحبت خواهم کرد، میارزه یا نمیارزه. دومین هدف اینه که شما اینوستمنت کنید اونجا. یعنی مثلا فرض کن آمریکا، اروپا، هر جا ایران زندگی میکنی، میخوای یه خونه بخری، اجاره بدی و پروفیتش رو بگیری و به عنوان پسیو اینکام. و حالت سوم اینه که داری دبی زندگی میکنی، میخوای یه خونه بخری که توش بشینی و اجاره ندی، که به نظرم این از همشون منطقی تر نسبت به اون دوتا اولی. وقتی که داری توی دبی کار میکنی، زندگی میکنی و میخوای به صورت لانگ ترم بمونی، منطقی تره که شاید خونه رو بخری با توجه به اینکه اجاره ها خیلی خیلی گرونه. همونطور که گفتم تو اون ویدیو اجاره ها توی قطر، برای اینکه یه خونه یه خوابه ترتمیز داشته باشید دیگه باید بین ماهی 2500 دلار تا 3000 دلار حداقل بذارید برای اینکه یه جای خوب شهر باشید، مثلا داونتاون باشید، جایی که بتونید از زندگیتون هم لذت ببرید. وگرنه حومه شهر زندگی کردن توی دبی و قطر به نظرم اصلا جذاب نیست، چون واقعا شبیه کوفه است. حالا من اولین باری که اومده بودم قطر، فرودگاهش یه جایی که خب یه ذره دورتر از مرکزه، مثلا برج و اینا نداره و من وارد شدم واقعا احساس کردم وارد کوفه شدم. البته نه اینکه کوفه بد باشه، وایب سنتی و قشنگی داره، ولی خب یکی دوست داره که مثلا تو محیط شهری تر زندگی کنه، داونتاون، برج و اینا اونجا نیست. به هر حال پس شما دیگه باید 2500 دلار 3000 دلار برای خونه در نظر بگیرید. بستگی به لایف استایلتون هم البته داره ها. یعنی یکی میگه که خب نه، من مثلا میرم یه جایی تو حومه زندگی میکنم ولی میخوام از مزایای توی دبی بودن استفاده کنم که نمیدونم چه مزایایی داره برای کسی که خوب پول در نمیاره. یعنی باید صبح تا شب کار کنی، رستوران ها خیلی گرونن، همه چی خیلی گرونه و نمیدونم، من بخوام honestly unbiased نظر بدم، یعنی من چون هیچ منفعتی نمیبرم، نه ریلتورم که بخوام خونه به شما بفروشم، چون میبینید که دیگه الان چه وضعیه دبی، همه میخوان بهتون خونه بفروشن، بهتون مشاوره کسب و کار بفروشن. خیلی رو میبینی ماشینای فنسی اجاره کردن، مثلا لامبورگینی، فراری، مثلا دارن درایو میکنن، یه لایف استایل خیلی فنسی دارن و خیلی همه چی لذت بخش رو به بقیه میگن بیاید از ما مثلا این پکیج رو بخرید، مشاوره کسب و کار بخرید، خونه بخرید، ولی مثلا میبینی خود طرف حقوقش مثلا زیر 10,000 درهمه یا مثلا یه جوری که به سختی داره زندگی میکنه و این ماشینا رو با روزی 60-70 دلار میشه رنت کرد. این اطلاعات رو بهتون میدم که با چشم باز وارد این بازار بشید، چون خیلی خیلی میبینم جوانانی که پولاشون رو از دست میدن روی حساب همین زرق و برقایی که تو سوشال میدیا نشون داده میشه به دروغ، میان و قمار میکنن و متضرر میشن و این خیلی ناراحت کننده است برای من. anyways بحث راجع به خریدن خونه توی دبی بود. خیلی سعی میکنم که واقعا به جاده خاکی نزنم، ولی اصلا نمیشه. وقتی راجع به حوزه خلیج فارس حرف میزنی اینا میاد تو ذهن من. وقتی دارم راجع به هر چیزی، راجع به کار، سرمایه گذاری حرف میزنم، این وارنینگ ها رو باید بهتون بدم که خدایی نکرده سر جوونی ناامید نشید، چون بالاخره پول در آوردن کار ساده ای نیست. بیایم بپذیریم که پول در آوردن کار ساده ای نیست
و یک جوونی که پولش رو به هزار زحمت به دست آورده نباید بیاد یهو سر اینجور چیزا اعتماد به یه سری افراد از دست بده. و میدونم که خیلی عاقل‌تر از این حرفان که بخوان بیفتن تو دام این چیزا، ولی خب یه سری هم هستن به خاطر اینکه خیلی شرایط بدی مثلا توی ایران دارن، دنبال یک راه فرارن، دوست دارن که اعتماد کنن به این افراد و خب آخر عاقبتش جز آه و افسوس چیزی نداره. خلاصه پس 3 تا روش رو گفتم: سرمایه گذاری، گلدن ویزا و اینکه میخوای زندگی کنی. من به شخصه هنوز به این نتیجه نرسیدم که دبی سرمایه گذاری بکنم. ترجیحم این هست همون آمریکا خونه بخرم، چون بازارش خیلی استیبل تره و احتمال اینکه بازار بابل باشه، کرش بکنه خیلی خیلی کمتر از دبی به نظرم، با توجه به این ترندی که من از دبی دیدم. یا دیمند خیلی بالاست، خونه کمه، یا خونه خیلی زیاده، دیمند کمه. مخصوصا الان که جنگ روسیه و اوکراین هم داره جمع میشه، احتمال داره که خیلی از این روسا و اوکراینیا که هجوم آوردن به خلیج و علل خصوص دبی برگردن و این داینامیک عوض بشه و یه اوور سپلای، در واقع خونه زیادی پیش بیاد. اینا همه آنالیزای تقریبی منه و قطعا وحی منزل نیست. منم متخصص سرمایه گذاری توی مسکن و این چیزا نیستم، ولی خب چون پرسیده بودید که نظرت چیه برای خونه خریدن توی دبی، دارم در نظرم میگم کاری که خودم خواهم کرد، ولی خب شما مطالعاتتون رو انجام بدین با آدمای متخصص درست. کسایی که ریلتور هستن توی دبی قطعا بنفیتشون توی چیه؟ توی اینکه شما خونه بخرید. پس باید، و اتفاقا محتوایی هم که توی یوتیوب هست اگه نگاه بکنید مثلا راجع به خرید، محتوای انگلیسیش حداقل، همه ریلتورای توی دبی ان و خب اف کورس اونا میگن بیا بخرید دیگه. یعنی محتوای آنست خیلی کمه. بهترین حالتش اینه که مثلا اگه دوستی، آشنایی، سماواتی، کسی هست که یا خونه خریده یا میخواد خونه بخره، تجربه داره، ازش بپرسید، با چندین نفر مشورت کنید قبل از اینکه همچین سرمایه گذاری بزرگی بکنید. بالاخره حداقل باید $200,000 پول بذارید. البته اینو بگم من برای اینوستمنت فعلا برنامه‌ای ندارم توی دبی، یعنی اینکه خودم مثلا قطر باشم یا آمریکا باشم یه خونه بگیرم اونجا اجاره بدم، نه، اینو من ترجیح نمیدم. ترجیحم باز همچنان آمریکاست، به هم دلیلی که گفتم، به خاطر اینکه استیبل تر بازار، قوانین انقدر هر روز عوض نمیشه. تو این منطقه دنیا الحمدلله قوانین ماشاءالله هر 6 ماه عوض میشه، مخصوصا برای اکسپتا، خارجی‌ها، کسی که اونجا کار میکنن. یه مقدار مارکتش پیچیده تر هست قطعا از آمریکا، ولی اگه بخوام دبی کار کنم و زندگی کنم، اون موقع برنامه فرق میکنه و من ممکنه که خونمو بخرم به جای اینکه اجاره بدم. پس برای اینوستمنت نه. برای گلدن ویزا هم از طریق تالنت میتونم اقدام کنم، یعنی اگر مدرک دکترا داشته باشی، در زمینه تکنولوژی کار کنی، یه سری اکامپلیشمنت داشته باشی و بتونی مثلا اپرووال بگیری از یه سری ارگانهای دولتی توی دبی، بهت اون ویزای 10 ساله رو میدن. پس لازم ندارم که خونه بخوام بگیرم برای گلدن ویزا و اصلا گلدن ویزا رو مطمئن نیستم مثلا نیازم بشه اگه نخوام دبی زندگی کنم. پس هیچی. حالا اگه به هر دلیلی تصمیم گرفتید که دبی خونه بخرید، یه سری نکات مهمی هست که بهتر گوشه ذهنتون داشته باشید. نکته اول، جابجا کردن پول برای خرید خونه است. یعنی مثلا شما اگه آمریکایید، هر جایی هستید، میخواید مثلا دلار، $200,000 $300,000 ترانسفر کنید برای اینکه خونه بخرید توی دبی، خب یه پول گنده‌ای هم باید برای ترانسفر کردنش بدین، مگر اینکه با بیت کوین خرید کنید. نکته دوم مالیات هست. درسته که مالیات بر درآمد و خونه خریدن و اینا صفر هست، ولی اگر اون خونه اینوستمنت باشه، یعنی شما یه جای دیگه زندگی میکنید و درآمد در میارید، اون درآمده شامل تکس میشه. یا اگر بخواید خونه رو بفروشید، یعنی یه سری قوانینی هست روی تکس که اینجوری نیست که همیشه هم صفر باشه. به خاطر همین میگم باید وارد باشید به این بازار دبی. قوانین نوشته در واقع هست که تبلیغ نمیشه. همه تبلیغ تکس صفر رو میکنن، ولی کسی نمیگه آقا اگه خونت رو بخوای بفروشی چی میشه، اگه بخوای اجارهش بدی چی میشه. پس اینا هم نکاتی که باید در نظر داشته باشید. نکته سوم هزینه‌های مخفی هست که باید برای خرید خونه توی دبی بپردازید. 4% قیمت کل خونه رو باید بدید برای ترانسفر فی، یعنی مثلا خونه از اسم یکی دیگه به اسم شما منتقل بشه. 2% قیمت کل خونه رو باید بدید به ریلتور. 5,000 درهم باید بدید سرویس فی یا ادمین فی.
به اضافه یه مقدار دیگه سرویس فی. البته توی آمریکا این هزینه‌های جانبی هست، کلوزینگ کاست هست، هزینه ریلتور هست، ولی من 2 تا 4 تا که کردم هزینه‌های جانبی خرید خونه توی دبی بیشتر بود از هزینه‌های جانبی توی آمریکا. نکته 4، چون اسکم و تقلب خیلی زیاده تو این بازار ریل استیت، حتما برید چک بکنید که اون ایجنسی که دارید باش کار میکنید پابلیکلی رجیستر شده، ثبت نام شده. یعنی اسم اون مجموعه رو که سرچ میکنید ثبت شده توی DIFC یا ADGM که 2 تا مجموعه دولتی هستن که اینا رو ثبت میکنن، این شرکت های ریل استیتو، و در دام این اسکما نیفتید. خلاصه بگم وقتی که بحث خونه خریدن توی امارات و علل خصوص دبی میشه، مخالف و موافق زیاد داره. این چیزایی که من گفتم نظرات کاملا شخصی خودمه، یعنی پلن خودمه که چیکار کنم چیکار نکنم و کاملا آن بایست، بدون هیچ بایستی، چون منفعتی ندارم تو این مسئله. ولی خب شما اگه بخواید تصمیم بگیرید به نظرم حتما تحقیقاتون رو بکنید. حالا حرفایی که من زدم ممکنه کمک بکنه بهتون، حداقل در دام این اسکما نیفتید، متضرر نشید و ممکنه در آینده من اگر بخوام دبی زندگی کنم خونه بخرم اونجا، ولی علل حساب ترجیحم همون آمریکا هست، به خاطر اعتمادی که به اونجا دارم. بالاخره اونجا زندگی کردم، قوانین عجیب غریب در نمیاد هر روز، بازار استدیه، نوساناتش کمتره و دلایل دیگه که گفتم. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. اگر توی دبی سرمایه گذاری کردید، خونه خریدید، آیا راضی هستید و سودآور بوده براتون یا نه؟ و اگر نکته دیگه هست که کمک میکنه به آدما که تصمیمای بهتری بگیرن، خوشحال میشم بشنوم. مرسی.